Olha a mensagem. سلام، خوش اومدید به این ویدیو. آقا میخوایم داخل این ویدیو یه آزمایش انجام بدیم ببینیم که چقدر شما به انیمه ها وفادارید. بریم ببینیم آیا میتونید این آزمایش جون سالم به در ببرید یا مجبورید که کانال منو ساب کنید و در صورت باید کانال من ساب کنید. یعنی ساب نکنید پرتت میکنم بیرون از ویدیو من. آقا ساب بکن بذارم بقیه ویدیو ببینی. نه ساب بکن، یه شانس دیگه من بده. ساب بکن، ساب کن. آقا تو سوال اول که هیچ کس نتونسته تا الان ردش کنه اینه که همیشه نت پرسرعت داشته باشی و یه نت خیلی مثلا خوب. در یه لحظه مثلا فیلترت رو روشن می‌کنی، مثلا فیلترم نمیخواد، فیلترم نخواد. آقا همینجوری یوتیوب برات باز کنه، ویدیو رو میزنی برات فول اچ دی باز کنه، 4K بگیره برات، ولی گوشی که 4K نمیکشه، اما همون فول اچ دی باز کنه. ولی نتونی هیچ محتوای انیمه‌ای ببینی، از جمله این آزمایش، از ویدیوهای من، از و همینطور میم ها. اصلا هیچ محتوایی که مربوط به انیمه باشه رو نباید نگاه کنی. ولی در مقابل این باید مثلا انیمه رو میتونی ببینی، محتوای انیمه همه چی رو میتونی ببینی، ولی اینترنت تو وصل نیست. این یه حالت وای فای ببین وصله ها، ولی اینترنت نداری و این فقط میزنه وای فای همون و هیچ وقت قرار نیست وصل بشه و نمیشه نت گوشیت هم استفاده کنی. یعنی مجبوری به اون وای فای علامت همیشه اونجا میمونه و اذیت میکنه تو رو. I know you belong to somebody new, but tonight. سوال قبل یه ذره چرت گفتم، این سوال به یه ذره منطقی پیش بریم. ببین خیلی ست اکشن فیگور نداره، اصلا اکشن فیگور نداره. اونایی که دارن آقا باید بسوزونن و اونایی که ندارن تو کامنت ها بگن. آره من دنبال کامنتم، من فرقی نداره ببین تو چه اکشن فیگور داشته باشی نداشته باشی، من دنبال کامنتم. من از یوتیوب پول میخوام. آقا برای چی بیای تو یوتیوب پول بگیری؟ من فقط به خاطر پول اینجا. و در مقابلش وقتی که کل اکشن فیگورت نابود کنی حافظت پاک میشه، یا حافظت پاک میشه یعنی اون تیکه‌ای که اون تیکه که کل انیمه رو فراموش میکنی، اون انیمه که عاشقشی فراموش میکنی تا بتونی یه بار دیگه تجربهش کنی. و یا اگه از من نداری باز کامنت بذار، یعنی کامنت در صورت کامنت باید بذاری با من یکی بدون نکن. ببین این سوال خیلی سخت‌تر از قبلی هست. مجبوری شدم میمیرم. آقا ساب کنید حالم خوب بشه. داشتم میگفتم 2 سال بیشتر صبر کنید تا فصل جدید انیمه مورد علاقت بیاد. مثلا اگه انیمه تموم شده باشه دوباره فصل جدید ازش بسازم، مثل ناروتو رو. نه آقا واقعا اگه واقعا بوروتو دوست داری برو بیرون. برو بیرون آقا، من برو بیرون آقا. کی بوروتو دوست داره خدایی؟ داشتم میگفتم و کجا بودیم؟ یادم رفت. حافظه 100%. داشتم میگفتم اگه 2 سال باید بیشتر صبر کنی تا انیمه بیاد، ولی تو شخصیت اصلی یا ببین این یکی باید خیلی خوب دقت کنی یا
ببین دارم میمیرم. دقت کن چی میگم. این سوال باید تو کامنت ها به من بگی و کامنتی که بهترین جوابو داده باشه پین میکنم. باید منطقی به این جواب بدید. یا اینکه ویدیو بعدی که این ویدیو داری میبینی اسپویل انیمت باشه. یعنی قصه بعد خسته شدم برم نها کنم، فصل جدیدم داره میاد سرینا، یا اسپویلش ویدیو بعدیه، کلا یارو تو تامنیلم عکس همه چیزو گذاشته. خوب انتخاب کن چون نابود میکنه این زندگی. تو کامنت ها بگو انتخاب چی بوده تا من پین کنم بهترین جوابتو. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ دارم کیک میخورم. حالا وقت آزمایش عملی رسیده. تو توی امروز یا فردا، شاید شب باشه داریم ویدیو نام کنیم، باید نباید ژاپنی صحبت کنی، نباید بازجسته انیمه ای را بری و بدون اشاره به انیمه صحبت کنی. ببین خیلی سخته، امکان نداره بتونی رد کنی. رد کردی بیا چک نزن تو گوش من، کامنت بذار که من تونستم رد کنم. آقا تو در هر صورت داخل این سوال شما باید برای من کامنت بذارید، لایک کنید منو. 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情9》比冰淇淋《速度与激情9》我最喜欢，所以现在是音乐时间，准备。دوستان آزمایش نتایج آزمایش معلوم شد. این آزمایش چیزی رو به ما ثابت کرد. ما تمام کسایی که انیمه نام کنیم یه چیزی در یه چیزی در ما ثابت کرد که ما هممون یه چیزی داریم به نام عشق به انیمه و تنها راه فرار از این عشق به انیمه و تبدیل شدن به یک مرد شیغما شما باید